سلام نوریای عزیزم، حالتون چطوره؟ الهی که حال دلتون عالی باشه. یلداتون مبارک باشه. یک هدیه خیلی خاصم براتون آوردم. 40% تخفیف داریم روی تمام پاکسازی ها، مدیتیشن ها، آموزش ها و انرژی خانی ها. اگر که میخواید از این تخفیف استفاده کنید، به آیدی تلگرام من یا آیدی اینستاگرام من یا واتساپ پیام بدید. اونجا میتونید نوبتتون رو ست کنید. بریم سراغ انرژی خانیمون. توی این شب پر انرژی میخوایم پیام کائنات رو برای شما بگیریم. میخوایم ببینیم که کائنات برای شما چه پیامی داره و شما در حال حاضر باید چه چیزی ازش دریافت بکنید. پیشنهاد میکنم بهتون که روی چیز خاصی نیت نکنید. انرژیتون آزاد و باز بذارید. اجازه بدید که کائنات خودشون هر چیزی که شما نیاز دارید رو بهتون بگن. بریم که شروع کنیم. اول از کارت‌های سفر روح شروع میکنیم. میخوایم ببینیم که در حال حاضر پیام کائنات برای شما چیه؟ چرا ناراحت؟ چیزی که هست در حال حاضر انرژی هایی که برای شما در جریانه. دارم میبینم که شما چند وقت گذشته ناراحت بودید و ناراحتیتون تا الان هم حالا انرژیش کشیده شده تا به الان. چون دارم میبینم که با یکی از نزدیکانتون، حالا میتونه دوستتون باشه، خانواده‌تون باشه، شریک عاطفیتون باشه، همکارتون باشه، هر کسی میتونه باشه، شخصی که شاید شما انتظار نداشتید که مثلا این کار رو در حقتون انجام بده، از اون شخص ناراحت شدید و فهمیدید که اون شخص انگار شما رو درک نمیکنه، انگار درکی از شرایط شما نداره و مثلا متوجه نمیشه، نمیفهمه که اگر شما مثلا بهش میگی من الان شرایط و موقعیت این کار رو ندارم، یا من الان شرایط و موقعیت مثلا این رو ندارم که بخوام پولی رو بهت قرض بدم یا هر چیزی. اینا مثال خیلی ریزی بود که زدم. به این شکل بوده، این شخص نفهمیده و حالا باتون وارد کشمکش و تنشی شده. ممکنه شما هم هیچی بهش نگفته باشید ولی اون تنشه بینتون اتفاق افتاده و از همدیگه ناراحت شدید. مخصوصا شما، یعنی شما ناراحتیتون به حقه، اون شخص نه. چون دارم میبینم حتی اون شخص یک تایمی از اعتماد شما هم سوء استفاده کرده بود و شاید اصلا یک موضوع رو بهتون دروغ گفته بود یا نقشی بازی کرده بود و اصلا شاید به خاطر همین شما ناراحتید که اون شخص نقش بازی کرده برای شما، یا اصلا شاید میترسید، چون ترس هم اینجا ذاتاً داشتیم. ترس شاید میترسی که براتون در نهایت نقشی بازی کنه، یعنی شما بهش اعتماد بکنید، شاید دوباره اعتماد بکنید یا کلا به این شخص دفعه اولی که میخواید اعتماد بکنید به خاطر شکست در ارتباطات گذشته‌تون یا تجربیاتی که حالا داشتید میترسید به این شخص اعتماد کنید و نگران هستید. انگار نمیتونید با خودتون به اون پذیرشه برسید. حالا بهتون میگم برای چی. این که میگم با خودتون به اون پذیرش نرسیدید به دلیل اینکه انگار باید این شخص رو کنار بذارید و دارم میبینم که پیام کائنات انگار یک جور هشداره برای شما. داره میگه که به این پذیرش برس، از ترس و نگرانی بیرون بیا، وگرنه این شخص دوباره هم میاد ضربه هاش رو بهت میزنه. و چیزی که داره میگه در واقع یک جور هشداره برای شما که باید انجامش بدید، چون این هشدار میتونه هشدار مهمی باشه، یعنی از لحاظ روحی و روانی انگار آزارتون میده این موضوع. و چیزی که داره میگه که تسلیم اراده خداوند باش. اجازه بده که خداوند خودش اون چیزی که برات خوبه رو نگه داره، اون چیزی که برات خوب نیست رو از زندگیت بیرون ببره. اگر شخصی وارد زندگیت میشه، تو بهش اعتماد میکنی و در نهایت میاد ضربه‌ای میزنه بهت و میره، بدون که یک چیزی هست این وسط که باعث میشه تو یک درسی بگیری، یک تجربه‌ای کسب بکنی برای ارتباطات بعدی، برای حتی ارتباط با خود همین شخص. به هر شکل باید اینها رو رعایت کنی. خب بریم ببینیم که تاروت بهتون چی میگه در این مورد. اینا رو بذار جمع کنیم.
خب پیام کائنات برای شما چیه در حال حاضر؟ ببین دقیقا یک چیزی که اینم افتاد. ببین دقیقا یک چیزی که خراب شده، یک چیزی که از بین رفته و شاید شما دارید تلاش میکنید که درستش بکنید. اگر ببین داره بهت میگه، دقیقا داره بهت میگه اگر تو داری تلاش میکنی که درستش کنی، تو داری اشتباه میکنی. این شخص دوباره میاد همون ضربه رو حتی بدتر بهت میزنه و دوباره میره. اگر نه تو نمیخوای اون شخص رو برگردونی، خودش میخواد برگرده، داره میگه مسیرش رو ببند. تو به بدترین شکل ممکن از این شخص، ببین دقیقا چی گفته اینجا، 2 شمشیر، مسیرش رو ببند، اجازه نده که یک چیزی که برای تو تموم شده و تونستی به سختی ازش گذر کنی و الان تونستی به یک آرامشی برسی، دوباره بیاد و همه چیز رو خراب بکنه. اصلا ممکنه همین امشب پیام بده به مناسبت مثلا شب یلدا یا هر چیزی، یا اصلا میتونه شخصی هم نباشه، یک شرایطی، موقعیتی باشه که دوباره داره برای تکرار میشه، یک شغلی اصلا باشه که داره دوباره برای تکرار میشه. هر آن چیزی که هست، البته بیشتر دارم میبینم که مربوط به شخصیه، ولی خب میتونه برای بعضی از دوستان هم به چیز دیگری اشاره کنه. ولی داره میگه، کاملا داره میگه که تو تلاش زیادی کردی تا از این حال بیرون بیای، تلاش زیادی کردی تا حالت رو با خودت خوب نگه داری و نذار که دوباره این حال بد برات به وجود بیاد، نذار که دوباره اون انرژی های منفی برات به وجود بیاد. ببین میگه تو ملکه هستی، تو پادشاه هستی، اون شخص مثل یک نوباوه میمونه، مثل یک یعنی 2 مرحله از تو پایین تره، از لحاظ سطح شعوری، فرهنگی، کلا 2 مرحله از تو پایین تره، یا از تو خیلی کوچیک‌تر، یا رفتارهای خیلی بچگانه داره، یا همش میخواد بقیه بیفتن دنبالش. به هر شکل چیزی که هست، من دارم میبینم که به خاطر این شخص رو برمیگرده، به دلیل اینکه انگار فهمیده که شما دیگه بهش فکر نمی‌کنید، انگار شما وارد انرژی خودتون شدید، دیگه کاری با اون شخص ندارید و این شخص دوباره میخواد پیام بده بهتون. هشدار برای شما اینه دوباره وارد لوپ تکراری نشی، یا دوباره وارد اون چرخه تکراری کارما نشی، یا اگر وارد بشی مدت‌ها طول میکشه تا بتونی بیای بیرون و کارمای سنگین‌تری پرداخت میکنی، چون کائنات میگه من بهت نشون دادم که این شخص قراره با تو چیکار کنه و بهت گفتم که باید درسش رو بگیری و الان اگر داری این ویدیو رو نگاه میکنی تا اینجاش رسیدی، پس دیگه الان میدونی، دیگه نمیتونی بگی من نمیدونستم. وقتی که میدونی و درسش رو نگیری، دوباره وارد یک لوپ تکراری بشی، این دیگه ناخواسته نیست، این کاملا میل خودته که وارد شدی و از اونورم کارمای سنگین تری پرداخت خواهی کرد. حالا من دوست دارم از این کارت ها هم بکشم، از کارت های ماهشناسی، اسم میکنم که توی این انرژی امشب میتونن جواب های خیلی عالی بهمون بدن. حالا میخوام ببینم مثلا راهنمایی کائنات به شما چیه، به شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید، در مورد پیامی که دریافت کردید، راهنمای کائنات براتون چیه؟ ببین این برعکس افتاد، من اینطوری گذاشتمش، این وقتی که افتاد پایین برعکس افتاد، ولی من الان مستقیم گذاشتمش. یکی دیگه ممنونم. خب ببین داره میگه که خیلی واضحه، داره بهت میگه که وارد رابطه جدید در حال حاضر نشو. اول تو باید یک سری مسائل و مشکلات رو با خودت حل کنی. تو اول باید یک سری صلح ها رو با خودت برقرار کنی. اول باید حالت رو با خودت خوب کنی، بعد بخوای وارد رابطه عاطفی بشی، یا بعد بخوای رابطه عاطفی تو اصلا درست کنی. این از این. کلا کائنات داره بهت میگه که این انرژی رو درون خودت، انرژی این که من میترسم تنها باشم، من میترسم اون رو از دست بدم، این انرژی رو در خودت از بین ببر. چرا هم داره بهت میگه این
این انرژی رو در خودت از بین ببر، به خاطر اینکه تو تا زمانی که حالت رو با خود خوب نگه نداری نمیتونی حالت رو در کنار یک نفر دیگه خوب کنی. و اول تو باید حالت با خودت خوب باشه، بعد بتونی در کنار یک نفر دیگه خوشحال باشی یا اصلا بتونی اون شخص خوشحال کنی. اگر حالت با خودت خوب نباشه، یا شخصی میشی که اصلا محبت نمیکنه، احساسش رو بروز نمیده، یا شخصی میشی که بیش از حد محبت میکنه و صد خودش رو میذاره. صدی که دارم میگم، صد گذاشتن بد نیست، انقدر بیشتر از صد میذاره که طرف مقابل دیگه چیزی برای ارائه نداره. دیگه اصلا میگه خب دیگه من دیگه چیکار کنم، دیگه چه ارائه از احساساتم بدم، این در کار خودش رو میکنه طرف مقابلم. پس میگه که اول باید حال خودت رو با خودت خوب نگه داری که بتونی تعادل رو توی اون رابطه برقرار بکنی. بعد کشمکش ها، تنش ها، استرس ها رو هم با شخص خودت هم با اون شخص برطرف کن. برو بشین باهاش صحبت کن، برو بشین باهاش دعوا کن، اصلا برو بشین باهاش حرف بزن. این که بیخبر باشی و اون توی بیخبر یک سری تصمیمات بگیره، تو توی بیخبر یک سری تصمیمات بگیری و به یک سری ایده ها و برنامه‌ریزی ها برسید به صورت تنهایی و جداگانه، درست نیست که یک رابطه دو نفر رو به این شکل جلو ببرید. پس داره میگه که بشینید با هم دیگه صحبت بکنید و جسارت این رو داشته باشید که در مورد مسائل و مشکلاتتون با هم دیگه صحبت کنید. یا میفهمید که این شخص واقعا صمیمی بوده، یعنی هشدار برای شما اینه که یا میفهمید که واقعا این شخص صمیمی بوده، یا میفهمید که انتخاب درستی کردید اما فعلا باید تایم بدید. و هشدار برای شما اینه که فعلا باید صبر کنید. اما این که دارم میگم فعلا صبر کنی، نه اینکه هیچ کاری نکنی، فعلا صبر کنی و باش وارد رابطه عاطفی نشی، یعنی باش اوکی و ندی که اوکی من دیگه باهات وارد رابطه عاطفی شدم. نه، اجازه بده خودش رو بهت ثابت بکنه. چیزی که داره بهت میگه اینه عزیزم. خب این بود از انرژی خوانی امروز ما. تا انرژی خوانی بعدی شما رو به خدای نور میسپارم. مسیرتون نورانی و پر از انرژی پاک خداوند باشه. موفق باشید.